الهی به امید تو. سلام، خوش آمدید همراهان عزیزم به یک ویدیوی کاملا جدید و پر از نکات طلایی و حس خوب. همراهان عزیز، من امروز یک موضوع خاصی را برایتان آوردم که همین عنوان کوچک در برگیرنده تمام خوبی ها و بدی های زندگی ما هستند. ارزش این عنوان ساعت ها و روزها حرف زدن و وقت گذاشتن است، اما من در چند دقیقه محدود به صورت فشرده و واضح به اون عنوان پرداختم تا بتوانیم بهترین استفاده را ببریم. چون من در اینجا فقط به نکات خاص توجه کردم. در شروع معلومات عمومی و در ختم ویدیو راهکارهای جالب و مفید برایتان دارم. موضوع امروزی ما شناخت ذهن است. ذهن چیست؟ کارکردهای ذهن کدام ها اند؟ چند نوع ذهن داریم؟ ذهن چه تاثیراتی روی زندگی ما میگذارد؟ ما انسان ها در حقیقت حیوان ناطق هستیم که فرق ما و حیوان همین عقل، هوش، ذکاوت و یا همین ذهن ما است. یعنی در وجود ما انسان ها یک قوت است به نام عقل یا همان ذهن. تنها صفات برتری ما نسبت به حیوان داشتن ذهن است. با این حال باید بدانیم که ذهن چیست و چه تاثیراتی روی زندگی ما میگذارد. ذهن در عبارت عربی همان عقل است که مجموعه از توانایی‌های فکری است. شامل هوشیاری، تصورات، ادراک، تفکر، قضاوت، زبان و حافظه می شود و معمولا آن را وجود توانایی هوشیار بودن و اندیشه تعریف می کند. ذهن در برگیرنده قدرت تصور، تشخیص و قدردانی است و مسئولیت پردازش احساسات و عواطف را بر عهده دارد که منجر به عملکرد و نوع رفتار افراد می شود. ذهن ما دارای دو سطح است: سطح خود آگاه یا استدلالی، سطح ناخودآگاه یا غیر استدلالی. افکار ما از ذهن خود آگاه نشأت می‌گیرد. افکار روزمره به طور معمول به ذهن ناخودآگاه ما منتقل می‌شود. این یعنی هرگاه ذهن ناخودآگاه ایده‌ای را بپذیرد، عین آن را محقق می‌کند و این یک حقیقت جالبی است که ذهن ناخودآگاه برای ایده‌های خوب و بد یکسان عمل می‌کند. هنگامی که این قانون به صورت منفی عمل شود، شکست، ناامیدی و نارضایتی را به همراه خود خواهد داشت، در حالی که اگر افکار مثبتی داشته باشید، سلامتی، موفقیت، خوشبختی را تجربه خواهید کرد. به یاد داشته باشید که اینها دو ذهن مجزا نیستند، آنها فقط دو حوزه مختلف یک ذهن هستند. ذهن خود آگاه ذهن استدلالی و منطقی است که حق انتخاب دارد. برای مثال، ما حق انتخاب خانه، موتر، کتاب، شریک زندگی خود را داریم. ذهن ناخودآگاه حق انتخاب ندارد. او فقط میپذیرد هر آن چیزی را که به خود آگاهتان اجازه ورود بدهید. ذهن ناخودآگاه مانند ذهن خود آگاه ایده هایتان را مورد استدلال و کاوری قرار نمیدهد. بدون چون و چرا میپذیرد. ذهن ناخودآگاه مانند خاک است که بذرها یعنی افکار چه خوب و چه بد را در خود جا می دهد. چون افکار ما فعال است و ما می توانیم آن را به بذر تشبیه کنیم. یادتان باشد که ذهن ناخودآگاه شما در اثبات خوب یا بد، درست یا غلط بودن افکارتان هیچ نقش ندارد. او بر اساس ماهیت افکار یا پیشنهادات شما واکنش نشان می دهد. مثلا اگر خود آگاهتان چیزی را درست فرض کند، حتی اگر نادرست باشد، ذهن خود آگاهتان آن را به صورت یک واقعیت میپذیرد و در پی عملکرد آن خواهد بود. حتی آزمایشات زیادی بالای افراد مختلف توسط روانشناسان به وسیله هیپنوتیزم انجام شده که نتایج به دست آمده آن این است که ذهن ناخودآگاه قادر به انتخاب، مقایسه و استدلال نیست. تحت این آزمایشات مشخص شده که ذهن ناخودآگاه هر تلقینی را میپذیرد و مطابق آن عمل میکند. پس چه خوب است که افکار سالم و جدید را به عادت زندگی خود اضافه کنید. اگر دچار ترس و اضطراب هستید، پس راه حل این است که قدرت مطلق ذهن ناخودآگاهتان را کشف کنید تا به آزادی، سلامتی کامل دست یابید. فراموش نکنید که ذهن ناخودآگاه شما از تلقین پیروی می‌کند که واژه تلقین در فرهنگ لغت عبارت از عمل یا موردی است که وارد ذهن شخص شده و ذهن گیرنده را مشغول به خود می‌سازد که ممکن است به پردازش و عمل آن در راستای آن منجر شود. پس هر چقدر مثبت و عالی روزتان را شروع کنید، در ختم احساس شادابی و سلامتی بیشتر می‌کنید. اما از روزی که به منفی بافی‌ها فکر کنید و به خودتان اجازه ندهید تا از زندگی لذت ببرید. با منفی بافی‌ها حتی شب‌ها هم خواب راحتی ندارید.
و اینجا سوال پیش میاد که چگونه ذهنیت مثبت داشته باشیم، از زندان منفی بافی ها و ترس ها نجات پیدا کنیم. برای این موضوعات بزرگ و تجربه های بزرگ و سازنده ما فقط یک راه حل داریم و آن عبارت از خود تلقین است. ما توسط خود تلقین می توانیم خودمان را از زندان ترس و اضطراب و منفی بافی ها نجات دهیم. قسمی که یادآور شدم، تلقین یعنی فکر خاص و مشخص را به ناخودآگاه خود منتقل کنیم. پس با استفاده از تکنیک خاص به یک تلقین مثبت میاندیشیم تا بر ترس‌های خود غلبه کنیم. لازم است تا در طول روز 3 مرتبه خود را در اتاق خود قرنطینه کنیم. در آرامش کامل چشمهایتان را ببندید و بدنتان را به حرکت نگه دارید. میخواهم همین حالا با من این تلقین را انجام بدی تا نتیجه را روی خودت مشاهده کنیم. پس شروع میکنیم. اولتر از همه یک جای آرام و بی سر صدا و راحت را پیدا کن. حالا چشمهایت را ببند، نفس عمیق بکش، دم و بازدم داشته باش و بدنت را کاملا به حرکت نگه دار. ذهن و چشمت را به بهترین شکل آرام نگه دار، چون وقتی جسم به حرکت شود ذهن اراده خود را از دست می دهد و در مقابل تلقین انعطاف پذیرتر می شود. حالا این جملات را با من تکرار کن. من قوی هستم. من خوششانس هستم. من جسور هستم. من توانایی انجام هر کاری را دارم. من قدرتمند هستم. من ثروتمند هستم. من همیشه بهترین ها را جذب می کنم. خدایا شکرت. 3 مرتبه این جملات را تکرار کن. حالا چشمهایت را باز کن، نفس عمیق بکش و صادقانه برایم بنویس که چه حسی داشتی و چه حسی داری. فراموشت نشود که این کار را 3 بار در روز، حداقل به مدت 3 هفته به صورت مداوم انجام بدی تا در عالم واقعیت تبدیل شود. برای رهایی و جذب هر چیز می توانید از این روش استفاده کنید. خانم 75 ساله‌ای که از حافظه خود شکایت داشت و می گفت من حافظه خود را از دست دادم، گفته های خود را معکوس کرد و برای ناخودآگاه و تلقین خود از این عبارت استفاده کرد. او برای خود می گفت من همیشه می توانم چیزهای لازم را به یاد بیاورم. همچنین افکاری دقیق‌تر و مشخص‌تری به ذهنم خطور خواهد کرد. من می توانم هر چیز را به ذهنم بسپارم. اگر اراده کنم تا چیزی را به ذهن خود بیاورم، آن را به بهترین نحو بازخوانی خواهم کرد. روز به روز با سرعت پیش می روم و در همین روزها حافظه‌ام مانند قبل خواهد شد. پس از گذشت چند هفته حافظه او به حالت اولش برگشت و او را بسیار خوشنود ساخت. این داستان نبود، خاطره خانم 75 ساله‌ای بود که در کتاب قدرت ذهن ناخودآگاه آمده بود. قدرت تلقین یعنی این. بسیاری از افراد از زودرنجی و بدخلقی خود گله‌مند هستند. با استفاده از تلقین در مدت زمان کوتاه می توانیم این عادت را کاملا از خود دور کنیم. برای این کار طبق تلقینی که با هم انجام دادیم عمل می کنیم. فقط باید از این جملات کلیدی استفاده کنیم. تکرار این جملات معجزه می کند. به مدتی 3 تا 4 بار در روز، 1 مرتبه قبل از و 1 مرتبه بعد از خواب. بگو که از حالا به بعد اخلاقم بهتر خواهد شد. لذت، شادی و خوشحالی حالتهای عادی در زندگیم خواهد بود. روز به روز مردم من را بیشتر دوست خواهد داشت و من را بیشتر درک خواهد کرد. من می توانم با خوش اخلاقی خود و دیگران را تحت تاثیر قرار دهم و به کانون شادی و خوبی تبدیل شوم. از این به بعد روحیه خوشحالی و مسیرت بخش و خوشرویی به حالتهای طبیعی و ماندگار ذهنم تبدیل خواهد شد. خدایا شکرت. این جملات را حتما 3 بار در روز به مدت 3 هفته با خود تکرار کن تا از این حالت بد نجات پیدا کنی. خب حالا بیایید به چند جملات آشنا سر بزنیم که تقریبا همه ما آن را شنیدیم و یا حتی تجربه کردیم. به دوران کودکی، نوجوانی خود سر میزنیم، زمانی که ذهنهایمان مثل برف سفید بود و هر چیز را بدون استدلال به خودش جذب میکرد. جملاتی مانند اینها: تو نمیتوانی، تو به هیچ جایی نمیرسی، تو موفق نمیشوی، تو هیچ شانسی نداری، فقط و فقط بلدی خرابکاری کنی، آنگونه که فکر میکنی نیست، برای هیچ کسی مهم نیستی، تلاشت بیهوده است، تو توانایی انجام این کار را نداری، عشق برای مرغ عشق است نه برای تو، زندگی خیلی سخت و طاقت فرسا است، تو هیچ وقت نمیتوانی پیروز شوی، خیلی زود ورشکسته خواهی شد.
به هیچ کس نمیتوان اعتماد کرد و اینها جملات و منفی بافی‌های مخرب دیگر تلقینی است که از جانب والدین، دوستان، معلم، همکارانتان به ناخودآگاهتان وارد می شود. تقریبا همه ما اینها را تجربه کردیم. اینها دیگر تلقینی هستند، یعنی از جانب دیگران به ما تلقین می شود که تاثیرات بی‌سزایی در زندگی روزمره ما دارد. زندگی ما را روز به روز به سیاهی می کشد و هیچگاه نمی توانیم طعم یک زندگی خوش را بچشیم. اما با خود تلقینی می توانیم دیگر تلقینی را خنثی کنیم. ما انسان ها مانند گیاه ها هستیم که با امید می توانیم دوباره جوانه بزنیم. توی که این ویدیو را گوش می دهی و یا مشابه این ویدیوها را و یا کتاب های انگیزشی مطالعه می کنی، یعنی هنوز هم امید در وجود تو زنده است، یعنی زندگی عالی و مطابق رویاهایت را در پیش رو داری. پس برای از بین بردن دیگر تلقینی از روش خود تلقینی استفاده می کنیم. یک کاغذ بردار و هر آن چیزی را که می تواند بذری، ترس، ناراحتی، اضطراب، نابودی های زودرس را در شما بکارد را لیست کنید. در پایان با قلم سرخ بنویس که اگر چنین افکار را در ذهن خود را دهم، امید زندگیم از بین خواهد رفت. در مقابل جملاتت را معکوس کن. مثلا در مقابل تو نمیتوانی بنویس من میتوانم و مطابق تلقینی که با هم انجام دادیم عمل کن. در نهایت در خواهی یافت که بیشتر از آنها شعارگونه بودند و هدف از این گونه رفتارهای القایی به نوعی کنترل شما بوده است برای منافع شخص تلقین کننده. فراموش نکنید که فرآیند دیگر تلقینی مربوط به زمان و مکان خاص نیستند. در هر زمان و هر مکان ممکن است که به انجام برسد. بنابراین اگر در مقابل تلقین دیگران واکنش صحیح داشته باشید، هرگز آسیب نخواهید دید. و یاد داشته باشید که شما حق انتخاب دارید. زندگی، عشق و سلامتی را همیشه در اولویت قرار بدهید. به این مثال ها همچنان دقت کنید. هر فضیلت قابل ستایش است، پس مهربانی قابل ستایش است. همچنان این مثال هر بنای تغییر کرده و از بین می رود. اهرام ثلاثه مصر یک بنا است و یک روز از بین خواهد رفت. پس زندگی ما همچنان به همین منوال پیش می رود. به فضیلت های زندگیت ارزش بده و بناهای مخرب ذهنتان را از بین ببرید. هیچ وقت به هیچ عنوان به ناخود آگاهتان این گونه القا نکنید. این که من توانایی انجام آن کار را ندارم، من برای انجام آن خیلی پیر شده ام، من نمیتوانم متحد باشم، من در کشور مناسب زندگی نمی کنم و ذهنتان را از این افکار مخرب پاک کنید و برعکس همین جملات را به ناخود آگاهتان صادر کنید. بگویید من میتوانم آن کار را انجام دهم، من هنوز فرصت انجام آن کار را دارم، من همیشه متحد هستم، در هر جایی باشم همان جا را زیبا و پر از آرامش می کنم. ناخود آگاه هم من را در هر عرصه کمک می کند و برای هر مشکل یک راه حل دارد. من شاد، موفق، سالم، ثروتمند هستم. خدایا شکرت. پس 1. اگر خوب فکر کنید، خوبی پیش رویتان قرار می گیرد و اگر بد فکر کنید، بدی. شما همانی هستید که در طول روز به آن فکر می کنید. 2. ضمیر ناخود آگاه هیچ بحث و جدلی با شما ندارد، بلکه همان چیزی را میپذیرد که ذهن خود آگاه فرمان میدهد. پس هیچ وقت نگو من نمیتوانم آن کار را انجام دهم، حتی اگر توانایی انجام آن را ندارید. به زبانتان نیاورید، به جای آن خوب فکر کنید. برای مثال بگویید که من توانایی انجام آن را دارم، من آن را خواهم خرید، من به آن خواهم رسید. 3. شما قدرت انتخاب دارید. سلامتی و شادمانی را انتخاب کنید. شما می توانید مهربان بودن یا سرسخت بودن را انتخاب کنید. انتخاب کنید یاری رسان، مهربان، شاد و دوست داشتنی باشید. زندگی بهترین فرصت است تا از خود یک شخصیت بیاد ماندنی بسازید. 4. ذهن شما مانند یک دربان عمل می کند و هدف از آن محافظت از شما در مقابل افکار منفی می باشد. اگر خوب فکر کنید، اتفاقات خوب و مثبت به وقوع خواهد پیوست. شما توانایی انتخاب دارید، پس بهترین ها را انتخاب کنید. 5. تلقین های دیگران نمی تواند آسیبی به شما برساند. این شمایید که تصمیم می گیرید که تلقین دیگران را بپذیرید یا رد کنید. بهترین تلقین را بپذیرید و به ذهن خود آگاهتان ارسال کنید. 6.
مراقب گفته هایتان باشید. مراقب سخنهای بی ارزش باشید و هرگز آنها را به زبان نیاورید. برای مثال هیچ وقت نگویید من شکست خواهم خورد، شغلم را از دست خواهم داد و. 7. ذهن شما آسیب رسان نیست. هیچ اتفاق طبیعی آسیب رسان نیست و بستگی به چگونگی استفاده از نیروهای طبیعی دارد. در هر مکان از زمان خود برای انجام دعای خیر، سلامتی و عشق به دیگران استفاده کنید. 8. هیچ وقت نگویید که من نمیتوانم. برای غلبه بر ترس خود این عبارت را جایگزین کنید: با استفاده از ضمیر ناخودآگاهم میتوانم به خواسته های خود دست یابم. 9. به ترس و خرافات اهمیت ندهید. به قوانین زندگی و حقایق فراگیر فکر نکنید. به دیگران اجازه ندهید تا درباره شما فکر کند و تصمیم بگیرد. خودتان فکر کنید و خودتان تصمیم بگیرید. 10. شما فرمانده روح و روان یعنی ضمیر ناخودآگاه خود هستید و این شما هستید که باید سرنوشت خود را رقم بزنید. حق انتخاب با شماست. بنابراین عشق، سلامتی و شادمانی را انتخاب کنید. و 11. هر آن چیزی را که خود آگاهتان بپذیرد به عنوان یک واقعیت به آن باور داشته باشید. ضمیر ناخودآگاهتان آن را خواهد پذیرفت و در عالم واقعی به آن تداعی خواهد کرد. به سعادت، هدایت الهی، کردار نیک و همه نعمت‌های زندگی ایمان داشته باشید. و این بود از شناخت ذهن، کاربردها و نکات برجسته آن. تا درودی دیگر، بدرود.